اینا رو اینجا باستگاه میتونی مکتب بری؟ خب والا که نمیتونی بری؟ تو نمیتونم. صرف 3 هستی، خوب میتونی مکتب بری. بیشتر پدر جانت گفت تو جگرخون هستی. چرا جگرخون هستی؟ وقتی که افغانستان آمدی جگرخون هستی؟ نه بس افغانستان کننده خوشم، فقط وقتی که تو ایران میگفتن که افغانستان بری دخترها اجازه درس خوندن نمیدن، به خاطر همینش. وقتی جگرخون هستی؟ آره. که این تو درس خواندن نمیتونی. آره. در غیر از افغانستان دوست داری؟ خیلی دوست دارم. افغانستان بار اولت است آمدی؟ آره. یا نه خورترک بودی همینجا بودی؟ خورترک بودم رفته بودم ایران. نمیدونم 1 ساله بودم رفته بودم ایران. یادت نیست دیگه؟ نه. تو بخیر دیگه در ایران کلان شدی؟ آره. گفتی افغانستان دوست دارم. در اونجا که بودی پشت افغانستان هم دق میشدی، یعنی یادت میاد میگفتی میگان وقت برم افغانستان یا نه؟ دل میگفتی هیچ وقت نرم. نه میگفتم که من یه روزی میرم افغانستان. دوستم دارم که بیایم افغانستان. حالا از ایران خاطرات خوب داری یا بد؟ خوب داری؟ بله. اگه میال بگوینت پس بریم ایران میبرمت میری؟ حالا ایران که دوست دارم چون بخاطر تحصیل و اینا اجازه میدن دختر تحصیل کنن، دوست داشتم. ولی خب بخاطر اینکه افغانی رو بیرون میکنن دوستش نداشتی دیگه. امرویتون عمو صنفیایت که در ایران بود چه قسم رفتار میکردن؟ خوب، خیلی خوب رفتار میکردن؟ آره خیلی. من دوستای ایرانی زیاد داشتم، با هم خیلی مهربان بودن. سعی کن برات چی میگم مریم جان، اینجا هم جگرخونی نکو. میتونی مکتب بری، درس بخونی، تو صنف 3 هستی. آره. پدر جانت که بردید مستقیم در مکتب شاملت میکنه. اون راحت میتونی درس بخونی. ولی جگرخونی نکو سعیست؟ کدام گپ، کدام درد دل، کدام گفتنی داری؟ که بگویی؟ نه. فقط از ملت افغانستان میخوام که در مدرسه رو برای دخترها باز کنم. ان شاء الله موفق باشی مریم جان. مرسی، تشکر.